سلام آقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم ببینیم بام تهران چجوریه. یعنی در همون حدود میشه نقل و بررسی بام تهران. آقا در حال قدم زدن تا برسیم به ماشین برقیا، بریم بالا چند تا وسیله‌اش و اینا رو بریم، مثل سورتمش و شهربازیش و اینا رو احتمالاً بریم دیگه. بچه‌ها حرفه‌ای ترین حالت. به به نوکرم. آقا ما این تصمیم گرفتیم، قرار شدش که با اتوبوس برقی‌ها نریم و قراره کل این مسیر رو تا اون بالا، معلومه وایسا، تا اونجا قراره ما پیاده بریم. به به. آقا ما اینجا زیاد راه رفتیم، خیلی گرم شد، من دارم میپزم، هودی هم پوشیدم، واقعا گرم شده. آقا همینجوری دلم خواست اینجوری یکم فیلم بگیرم. خیلی شب باید شد اینجوری. پشما پشما خیلی خوب شد، فقط نمیدونم چیزی معلوم است یا نه. وایسید الان دیگه 100% معلومه. به 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 بنازم کوچیکش کنیم. از اون ارتفاع رسید اینجا، عالی. دوباره باز گرفتم. دلاز شد. میزنم. معلوم شد آلپاجی چی؟ آلباجی. آقا اینجا وسط مسیره حاجی، این لمیز من همه جا هست لمیز. اینم میان مسیر، پیام های میان مسیری. هاپو بی منو بخور، اون پیشی نبود. هاپو یا علی خشم ریخت. هاپو از هاپو یه کوچولو فیلم بگیریم. هاپوی مهربون. خدافظ بچه ها. بازم هاپو چرا این خوشگله. بچه ها من شادم. خب بچه ها از من چیزی معلوم نیست، ولی اومدیم دیدی اومدیم بایا. و حاجی من دارم میرینم حاجی، از مایکم میترسم. آقا اومدیم بالا و من واقعا از مایکم میترسم، مایکم بیفته بدبختم. اینا از کوه و اینا از تهران سینه. چقدر بانمکم من. خب همینجوری در راه بالا این حاجی من یهو یادم افتاد مایکم. خب آقا بریم بالا. خب معلومم یکمی حاجی من همیشه اینجا رو می اومدم بدون دوربین و اینا می اومدم. الان یه کوچولو استرسیه، هم برای مایک و هم برای چیز، برای گوشی. واقعا یه کوچولو دارم میترسم و اومدیم اینجا بادی داره میاد که اصلا آن سیرش نابیدن. خب آقا این آقا داشت هم میگفتش که دسته رو تا ته بگیر پایین، دسته رو تا ته. خب این مسیر وای حاجی. بچه‌ها اینا از مسیر یه کوچولو گفتم از مسیر بگیرم تا از خودم. بریم لسکو. حاجی به مایک هم هست هنوز، خدا رو شکر. خب حاجی این تهران رو نگاه بچه ها. عجب مسیری حاجی، واقعا مسیر خفنی. به
واقعا خداست، واقعا خوبه، داره حال میده. تهران تهرون عکس به به. بابا سرعت بگیر دیگه، چیه خیلی سرعتش کمه. اب نداره آقا، من براتون اومدم اینجا باجی ویو داره. و اینجا خداست، اینجا خداست، اینجا خداست. وای 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 پشمام. به به اینجا هم خوبه، اینجا هم خوبه به نظرم. یو 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 ما نگاه حاجی دستم داره میترکه، میگه آهسته کنی تیمت به انتهای مسیر. و بچه پایان. آقا این مایکه بس بود به کمربند سورتمهر و افتاد و ما 2 ساعت دنبالش گشتیم تا بالاخره یه آقای مهربون اومد اینجا برامون پیدا کرد. الان میخوایم یه دونه حالت ترن بریم، از اونها براتون ویدیو میگیرم. آقا این ترنه بریم. بازی گفتن که گوشی حواست باشه، یه نفر گوشی دستش ول شده و رفته. من گوشی اومد سفت چرا کنم بگیرم. به یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. تصمیم میرم پشم. این دور اول این از روبرو بگیرم که چه مسیری رو داریم میریم. بازی مسیر رو نگاه، مسیر رو نگاه، مسیر رو نگاه، مسیر رو نگاه. یا علی یا علی یا علی. این یه تیکه واقعا ترسناکه حاجی. دور آخر پوکرم من، پوکر یه جوری من صفر گرفتم گوشی ها. پوکر حاجی خیلی خوب بود، حال داد واقعا. بچه این میره بالا بعد میچرخه برعکس میشه. من اینو میخوام برم ولی به خاطر اینکه اونجا میترسم فیلم بگیرم میرم آقای فیلم بردار از پایین فیلم بگیره. حاجی الان مایش واسه سورت میشه این از این فاصله بیفته دیگه. گودبای باترفلای. من نشستم اینجا به در نگاه میکنم. من مایک رو وصل کنیم بچه های گل توی خونه یا بیرون از خونه. مایک رو وصل کنیم. ما این سفترین حالت ممکن من این مایک رو وصل کنم فقط نمیریم. اصلا بچه اصلا ترسناک نبود. لوجا خب آقا از با تهران خط شده اوپال و اینکه حالا بریم یه چیز بخوریم و بعد دیگه فیش بفرمایید. برگر واقعا خوشمزه است.
مثل همیشه از بیفلاین برگر گرفتیم. واقعا برگر بیفلاین خوشمزه است، نمیشه نخورد. چقدر خوشتیپ شدم، خیلی خوشتیپ شدم حاجی. این عینک‌ها رو ناموسن، این همونی که من زدم بود، این دوتا واقعا خوشگل. خیلی خوشتیپ شدم، خوشتیپ. سلام سلام سلام. بذار از پایینم بگیرم. چرا وایسا اینجا خیلی شروع شد. بچه اینجا سکیوریتیش فکر کنم گیر میده به فیلم گرفتم، ولی خب. سلام. بذار از پایین باید دوربینم افتید. بذار پایین بگیرم. خب آقا مرسی که تا این ویدیو رو نگاه کردید. مرسی از همه که اینجا تا اینجا نگاه کردن. مرسی که تا اینجا نگاه کردید. ویدیو رو لایک کنید، در چنل هم ساب کنید. خداحافظ.